ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 32. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. و خصوص سرودی آتشکده کرکوی سیستان، مصرعی بازمانده از سروده قصه خانی مروی، سخنی واپسین طاهر ابن حسین و سخنان لشکریان ماوراء النهر و خراسانی او، خطابه ها به سپاهیان خراسانی مالک ابن هیثم و آمیر ابن اسماعیل، پاره های شعری که مردم بخارا درباره عشق خاتون بخارا و سردار سپاه عرب سید ابن عثمان، مردم بلخ و مناسبت شکست اسد ابن عبدالله در ختلان سرودند، یا ابوالینبغی عباس ابن ترخان در افضلیت سمرقند بر چاچ تاشکند سروده است، بی تردید باری دیگر محل ظهور و تجلی زبان و ادب تاجیکی فارسی دری بودنی شرق ایران زمین، یعنی ماوراء النهر و خراسان را ثابت می کند. زیر فصل دویم. نخستین آثار خطی نظم و نثر تاجیکی. در فصل قبلی در بابت نمونه‌های کهن‌ترین زبان تاجیکی فارسی دری گفته گذاشتیم که در شکل ترکیبات جداگانه و پارچه‌های شعری باقی مانده بیشتر به فرهنگ مردم علاقمندی دارند. در این فصل نخستین نمونه‌های نظم و نثر کتابی تاجیکی دری که تا به دوران ما آمده رسیدند موردی بررسی قرار می گیرند. اولین نمونه‌های شعری. بعضی از مورخان و محققان کهن‌ترین شعر کتابی ما را به ابو حفص حکیم ابن احوص سغدی سمرقندی نسبت می دهند که بیت زیرین را گفته است: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا،
چون ندارد یار بی یار چگونه ربدا. مصرع دوم این بیت در بعضی نسخه ها به شکل یار ندارد بی یار چگونه ربدا یا اون ندارد یار بی یار چگونه بودا آمده است. شمس قیس رازی در الموجم فی معاییر اشعار العجم مطلبی بالایی را ذکر نموده قول ابو نصر فارابی را می آورد که به گفته او ابو حفص در سنه 300 هجری در حیات بوده است. ابو نصر فارابی وفاتش 989 همچنین ابو حفص سغدی را از بهترین نوازندگان آلت موسیقی شهرود می داند. اگر این تاریخ که ابو نصر فارابی می گوید صحیح باشد، آنگاه ابو حفص سغدی نخستین شاعر فارسی گوی و بیت مذکور نخستین شعر تاجیکی فارسی دری نیست و شاعران عهد طاهری و صفاری پیشتر از این هم به زبان مادری ما شعرها گفتند. در این باب اندیشه های گوناگون و سخنان بسیار در ادبیات موجودند و ما برای تأیید گفته بالا تنها یک مثال می آوریم. دانشمندی ایرانی کریم کشاورز گفته دولتشاه سمرقندی را در تذکرة الشعراء از قول ابو طاهر خاتونی که به عهد عضدالدوله دیلمی در کتابه قصر شیرین نوشته یافتند که به دستور فارسی قدیم است و ما آن را پیشتر آوردیم، نقل کرده اندیشه جالب دولتشاه سمرقندی را نسبت به شعر فارسی در آغاز گسترش اسلام تأکید می نماید. پس بر این تقدیر معلوم شد که پیش از اسلام شعر فارسی نیز می گفتند، اما چون ملوکی اکاسیره یعنی خسروان و عجم به دست عرب افتاد و آن قومی مبارک به دین اسلام و ظاهر کردن شریعت می کوشیده اند و راه و رسم عجم را می پوشیده اند، می شاید که منع از شعر نیز کرده باشد. ژیلبر لازار به دلیل اینکه بیت مذکور شعر عروضی نیست اظهار عقیده کرده که ممکن است ابو حفص این بیت را به عنوان نمونه از شعر قدیم در فرهنگ خود یا کتاب دیگری نقل کرده بوده است و بعدها دیگران در نتیجه اشتباه آن را به خود او نسبت دادند. این اندیشه به حقیقت نزدیک است، زیرا ابو حفص سغدی چون استاد رودکی علاوه بر هنر شاعری و مطربی یعنی استادانه نواختن شهرود هنری سرایندگی هم داشته است و شاید این بیت را که نمونه شعری کهنی هجایی است از پیشینیان زیر نوای شهرود می خوانده است و بعدها مورخان و تذکیره نویسان آن را به خود او نسبت دادند. دیگر نمونه شعر کهنی دری قصیده ابوالعباس مروزی است که به قول محمد عفی بخارایی در لباب الالباب به استقبال به مرو آمدن والی خراسان مأمون در سال 809 سروده شده است و چند بیت آن در زیر ذکر می شود. ای رسانیده به دولت فرق خود تا فرقدین، گسترانیده به عدل و جود در عالم یدین، مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را، دین یزدان را تو بایسته
چو رخ را هر دو عین. کس بر این منوال پیش از من چنین شعری نگفت. مر زبانی پارسی را هست با این نحو بین. لیک از آن گفتم من این مدحت تو را تا این لغت، گیرد از مدح و ثنای حضرتی تو زیب و زین. درباره زمانی واقعی سروده شدن این قصیده نیز اندیشه ها مختلفند. بعضی ها پختگی و رسایی سخن، طرز بیان و جمله بندی این قصیده و علاوه بر این هنوز به مقام خلافت نرسیدنی مأمون، حکمرانی او سالهای 813-833 را در آن زمان دلیل پیش آورده، سنه سرودن آن را به سالها حتی عصرهای بعدی نسبت می دهند. ولی مسلم آن است که ابوالعباس مروزی به دو زبان، دری و عربی شعر می گفت و کاربست زیاد کلمه های عربی در قصیده مذکور به این دلالت می کند. همچنین احتمالاً در این قصیده شایستگی مأمون به مقام خلافت که مادرش خراسانی اصل و فارسی زبان بود نسبت به امین پسر دیگری هارون الرشید که بعد از سری پدر خلیفه بغداد شد تأیید شده است. حنظله بادغیسی وفاتش سال 834 یا 835 نیز از استادان زبان و پیشاهنگان شعر فارسی دریست که با احتمال قوی در عهد طاهریان 821-873 عمر به سر برده است. نظامی عروضی سمرقندی در مقاله دوم 4 مقاله خود، آنجا که سخن از صلاحیت شعر و شاعری می رود، می نویسد که 2 بیت زیرین حنظله بادغیسی در نهاد احمد ابن عبدالله خوجستانی که به کرایه دادن خر مشغول بود چنان شوری برانگیخت که او با آنچه داشت قانع نشد و با جهد و جدل در خراسان به مرتبه بلند رسید. مهتری گر به کام شعر در است، شو خطر کن ز کام شعر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگی رویاروی. محمد اوفی بخارایی در لباب الالباب نیز این شاعر را از شاعران عهد طاهریان دانسته از او قطعه زیرین را نقل کرده است. یارم سپند اگرچه به آتش همی فگند، از بحر چشم تا نرسد مرورا گزند. او را سپند و آتش ناید همی بکار، با روی همچو آتش و با خالی چون سپند. محمود وراقی هیروی وفاتش سال 835 نیز از نخستین شاعران فارسی گوی و بهترین شاعران
ترانه‌سرا شناخته شده است. مؤلف مجمع الفصحا رضا قریخانی هدایت او را معاصر ملوک طاهریه و صفاریه دانسته 2 بیت زیر را به او نسبت داده است. نگارینا به نقد جانت ندهم، گرانی در بها ارزانت ندهم. گرفتستم به کف دامان وصلت، نهم جان در کف و دامانت ندهم. در اصل محمود وراق معاصر محمد ابن طاهر آخرین پادشاه خاندان طاهریان بود. گمان می رود در عصرهای بعدی بابا طاهر اوریان و دیگر شاعران ترانه سرا زیر تأثیر ترانه های محمود وراق ترانه های دلاشوبی عاشقانه سرودند. شاعر و دبیر عهد صفاریان محمد ابن وصیف سگزی نیمه دوم عصر نو اول عصر دهم همچنین از بنیادگذاران شعر تاجیکی محسوب می شود. بنا به نوشته مؤلف ناشناخته تاریخ سیستان یعقوب لیث، چون زنبیل و عمار خارجی را کشت و هرات را گرفت و سیستان و کرمان و فارس به اطاعت وی درآمد، شاعران در ستایش او به عربی شعر گفتند و او عربی نمی دانست. گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ محمد ابن وصیف که دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست، پس شعر پارسی گفتن گرفت. اول شعر پارسی در عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود. این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولا و سگی بند و غلام، ازلی خط در لوح که ملک بدهید، به ابی یوسف یعقوب بین لیث همام. بلتام آمد زنبیل و لطی خورد پلنگ، لطره شد لشکری زنبیل و هوا گشت کنام. لیمن الملک بخواندی تو امیرا به یقین، با قلیل الفئه که داد در آن لشکر کام. عمر عمار تو را خواست وزو گشت بری، تیغ تو کرد میانجی به میانی دد و دام. عمر او نزد تو آمد که تو چون نوح بیزی، دری آکار تنی او سری او بابی طعام. با قول مؤلف تاریخ سیستان این شعر دراز است و اندکی از آن در این کتاب آورده شده است. تاریخ سرودن شعر مذکور سال 865 می باشد. دیگر از پیشاهنگان شعر تاجیکی فارسی بسام کرد نیمه دوم عصر نو است که ذکر او نیز در تاریخ سیستان آمده است.
به نوشته مؤلف تاریخ سیستان بسام کرد از نمایندگان خوارج بود که برای صلح نزد یعقوب لیث آمده بودند و چون طریق وصیف یعنی محمد ابن وصیف سگزی بدید اندر شعرها گفتن گرفت. شعر زیرین با توجه به شعر در بالا یاد شده محمد ابن وصیف و به مناسبت پیروزی یعقوب لیث صفاری بر عمار خارجی سروده شده است. هر کی نبود و بدل متهم، بر اثر دعوت تو کرد نعم. عمر ز عمار بدان شد بری، کوی خلاف آورد تا لاجرم. دید بلا بر تن و بر جان خیش، گشت به عالم تنی او در علم. مکه حرم کرد عرب را خدای، عهد تو را کرد حرم در عجم. هر کی در آمد همه باقی شدند، باز فنا شد که بدید این حرم. مؤلف تاریخ سیستان اینچنین محمد ابن مخلد سگزی را در ردیف محمد ابن وصیف سگزی و بسام کرد از نخستین شاعران فارسی گوی به قلم آورده شعر زیرین را در وصف یعقوب لیث که به مناسبت غلبه او به عمار و کشته شدن عمار به دست او سروده است از او نمونه می آورد. جز تو نزاد حوا و آدم نکیشت، شعر نهاد به دل و برمنیشت. معجز پیغمبری مکی تویی، با کنیش و با منیش و با گویشت. فخر کند عمار روزی بزرگ، کو همانم من که یعقوب کشت. در این سه سروده شاعران عهد صفاریان 873 903 یعقوب لیث با بهترین و والاترین صفتها توصیف شده است تا جایی که در شعر محمد ابن مخلد آمده که عمار خارجی از کشته شدنش به دست یعقوب لیث روز قیامت فخر خواهد کرد. فیروز مشرقی وفاتش سال 896 هم از زمره نخستین شاعران فارسی گوست که محمد اوفی در لباب الالباب او را معاصر امر لیث صفاری دانسته است که در ایام آن امیر غص و فساد از سخن فارسی دور کرد. بخط و آن لب و دندانش بینگر، که همواره مرا دارند در تاب. یکی همچون پرند بر اوج خورشید، یکی چون شایورد از گرد مهتاب. ابو سلیک گرگانی نیز از شاعران این دوره محسوب می شود که در عهد عمرو ابن لیث صفاری زندگی و
ایجاد کرده است. شعر او هم در کمال سادگی و صمیمیت است که 4 پاره زیر شاهد این گفته هاست. خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آبی روی ریزی در کنار. بت پرستیدن به از مردم پرست، پند گیرو کار بندو گوش دار. چنان که می‌بینیم زبان همین نمونه‌های باقی مانده کهن‌ترین شعری دری نیز در غایت پختگی و رسایی بوده. از پیشینه دیرین شعر به این زبان گواهی می‌دهد که متاسفانه این اشعار و نام‌های گویندگان آن شعرها تا زمان ما نرسیدند. آنچه از طوفان‌های تاریخ در امان مانده به ما رسیده است همین اشعاری ابوالعباس مروزی، سال تولد و وفاتش نامعلوم، حنظله بادغیسی، محمود وراق هیروی از شاعران دوره حکومتداری طاهریان، محمد ابن وصیف سگزی، بسام کرد، محمد ابن مخلد، فیروز مشرقی و ابو سلیک گرگانی از شاعران عهد دولتداری صفاریان می باشد. ولی در این مطلب که شاعران نام برده از پیشاهنگ و پیشگامان شعر فارسی دری بوده، با اشعاری رنگین و دلنشین خود در بقای و پایداری زبان مادری ما نقشی سزاوار گذاشتند، جای شک و شبهه نیست. شما گفتار 32 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.